گرفته می شود، ولی درک آن اهمیت بسیار زیادی دارد. قابل ذکر است که این آموزه را در ادیان هم می شود یافت. این آموزه باستانی به این گونه است: بخواهید تا به شما داده شود، بجویید خواهید یافت، در را بکوبید درها به روی شما باز خواهند شد. این آموزه بر روی جهان فراوانی متمرکز است و در آن از نحوه درخواست از کائنات صحبت می شود که چگونه به سادگی می توان از جهان هستی درخواست کرد و دریافت کرد. شاید پیش خود بگویی که من بارها خواستم، من بارها درخواست کردم، اما خواسته های من برآورده نشدند. جهان هستی صدای من را نشنیده است و به من چیزی نداده است. دوست من، در این جهان قوانین ثابتی حاکم است که مستثنا نمی شناسد و برای همه کار می کند و جهان هستی هم زبان خاص خودش را دارد. ما ابتدا باید زبان جهان هستی را یاد بگیریم تا بتوانیم به درستی درخواست کنیم. آن موقع است که می توانیم به راحتی هم دریافت کنیم. هر انسانی قدرت خالق بودن را دارد و می تواند واقعیت را با قدرت خود تغییر دهد، ولی ذهن انسان مانعی است که از درک این قدرت تفره می رود و اجازه تغییر را نمی دهد. طبق آموزه های باستانی، انسان ها دارای مقدار قابل توجهی انرژی برای خلق کردن هستند. این انرژی در ذهن و جسم انسان است. اگر تو این انرژی رو از راه‌های مختلف هدر دهی، قدرت خالق بودنت رو از دست می دهی و بازیچه صاحبان قدرت می شوی. افرادی که به عمد این قدرت تو را با ترفندهای مختلف تخلیه می کنند. ولی اگر یاد بگیری که این قدرت رو در خود توسعه دهی، دیگر هیچ قدرتی نمی تواند مانع تغییر تو شود. دوست من، در هر لحظه از زندگی تو درگیر عمل آفرینش هستی و در حال خلق کردن آینده ات هستی. این عمل آفرینش یا آگاهانه است و به نفع توست و یا ناخودآگاه است و به ضرر تو ولی به نفع صاحبان قدرت است. هر عملی که تو امروز انجام می دهی وجودت را شکل می دهد و مسیر زندگیت را مشخص می کند. در این زندگی جبر و اختیار وجود دارد. تو باید بتوانی آگاهانه از قدرت اختیارت برای تغییر جبرهای زندگیت استفاده کنی. تو باید زبان عالم هستی را بیاموزی تا بتوانی از تمام قدرت خود برای ایجاد تغییرات استفاده کنی. وقتی چیزی را از کائنات می‌خواهی، دم به ثروت هستی، باید اعمالت با فراوانی و ثروتی که می‌خواهی داشته باشی در تضاد نباشد. اگر تو در ذهنت ثروت را تجسم می‌کنی و در عمل همانند یک فقیر زندگی می‌کنی، این تضاد مانع رسیدن تو به خواسته‌ات که ثروت است می‌شود و به جای اینکه ثروت را جذب کنی، آن را دفع می‌کنی. در اصل تو شاید به درستی از کائنات درخواست کرده باشی، ولی با اقدامات بعدیت که نحوه زندگیت است، آنها را نفی کرده ای و همین موضوع مانع رسیدن تو به خواسته هایت می شود. دوست من، اگر می خواهی به درستی خواسته هایت را از جهان هستی درخواست کنی، باید چند نکته بسیار مهم را رعایت کنی. هرگاه که تو از روی نیاز چیزی را از جهان هستی خواستی، بدان که این احساس نیاز فرکانس نیاز را به جهان هستی می‌فرستند و تو را از خواسته‌ات دور می‌کند و نیازهای بیشتری را در همان زمینه برای تو به وجود می‌آورد. احساس نیاز در تو بیانگر فقدانی است که به جهان هستی فرستاده می‌شود و بعد به صورت نیازهای بیشتر به زندگیت منعکس می‌شود. تو باید همیشه از روی بی‌نیازی و در قالب شکرگزاری خواسته هایت را از کائنات درخواست کنی. شکرگزاری یک ابزار است. ابزار شکرگزاری بسیار قوی تر از درخواست کردن است. وقتی تشکر می‌کنی و قدردانی خود را برای چیزی تصدیق می‌کنی، حتی اگر آن چیز را نداشته باشی، احساس فراوانی می‌کنی. سپس این احساس فراوانی به صورت انرژی به جهان هستی منتقل می‌شود
و دقیقاً فرکانسی همانند خود را با قدرت بیشتری به سمت زندگی تو منعکس می کند و اگر این کار به صورت ممتد صورت بگیرد، معجزات در زندگیت به وجود خواهند آمد. پس فقط بیان خواسته هایت یا تجسم کردن آنها کافی نیست. تو باید با تمام وجودت و با ابزار شکرگزاری بخواهی. با انجام این کار تو خودت را با عملکرد این قانون جهانی هماهنگ می‌کنی و در نتیجه خواسته های تو به واقعیت تبدیل می‌شوند. البته در این راه موانعی هم خواهی داشت. این موانع مقاومت‌های ذهنی تو هستند. افکار منفی که با به وجود آوردن شک و تردید مانع رسیدن تو به خواسته هایت می شوند. این مقاومت‌های ذهنی از همین لحظه که تو این ویدیو را می بینی کار خود را شروع کردند و 1001 دلیل برای تو می آورند تا ماهیت فراوانی جهان را انکار کنند. هرچند که این بازی دیگر قدیمی است. از این موانع عبور کن. از ذهنت عبور کن تا بتوانی خواسته هایت را به واقعیت تبدیل کنی. دوست من، تا زمانی که نتوانی از مقاومت های درونی خود عبور کنی، خواسته هایت محقق نمی شوند. عبور از مقاومت های درونی مهمترین بخش این داستان است. حضور آنها در درون تو انرژی متناقصی ایجاد می کند که می تواند مانع از تحقق خواسته هایت شود. متاسفانه بسیاری از مردم از این حقیقت و موضوع بسیار مهم بی اطلاع هستند. دوست من، اگر اکنون در شرایطی هستی که نیازهای مالی فراوانی داری و هرچه سریعتر پول و ثروت می‌خواهی، بهت توصیه می‌کنم که تمرکز خود را خیلی فراتر از پول و نیازهای مالیت ببری. روی قدرت نامحدود خودت متمرکز شو. ماهیت جهان را درک کن. مفهوم عمیق کلمه فراوانی را درک کن. زیرا پول صرفاً یک نماد بی‌نیازی و فراوانی است، ولی کلمه فراوانی قدرت بسیار زیادی دارد و نمایانگر دیدگاه گسترده تری نسبت به پول است. در اصل فراوانی در تمام جنبه‌های زندگی باید اولویت تو باشد. تو می توانی از جسم، ذهن و کلام خود به عنوان کانال‌های ارسال سیگنال خواسته ها به جهان هستی در این قلمرو زمینی استفاده کنی. دوست من، ترس نباید مانع تو شود. مقاومت‌های ذهنی نباید مانع تو شوند. این حقیقت را بپذیر که جهان آماده است تا هر آنچه را که می‌خواهی در این دنیای فیزیکی برای تو آشکار کند. کافی است که بخواهی تا به تو داده شود، بجویی تا آشکار شود، بکوبی تا درها به رویت باز شوند. برای اینکه بتوانی با جهان هستی در تعادل باشی و بتوانی از قدرت‌های نهفته خود به درستی استفاده کنی، تو باید یک سری قابلیت‌ها را بیاموزی. تو باید یاد بگیری که چگونه از جسمت استفاده کنی، چگونه از ذهنت به درستی استفاده کنی و چگونه از مقاومت‌های ذهنی عبور کنی. همه این قابلیت‌ها در دوره‌های آموزشی بنده به تو آموزش داده می‌شوند. در دوره‌ها به تو آموزش داده می‌شود که چگونه جسم، ذهن و زندگی را تحت کنترل خود در بیاوری. روی مراکز انرژی بدن کار می‌شود. روی پاکسازی قلب و ذهن کار می‌شود و همچنین روی پاکسازی غده پینال کار می‌شود. تمامی این آموزه‌ها برای این است تا تو بتوانی با خود واقعیت آشنا شوی و آگاهانه یک زندگی زیبا را تجربه کنی. دوست من، برای شرکت در دوره‌ها می‌توانی از طریق واتساپ به شماره 2049 176 728 95 843 پیام بدی. جهان در حال تغییر است و مردم در حال بیداری و من مطمئنم که هر کس مسیر خود را پیدا می‌کند. با آرزوی بیداری و آگاهی برای همه مردم جهان، دوستدار تو، عرفان.